درود عاشقان سلسله ویدیوهای ما با نام وطن دیگرای که در داخل ویدیو گزارش های ما و صحبت های ما فقط از پرابلم ها و مشکل ها بگوییم. نه، ما گاه از زیبایی های وطن، از آبادی های وطن، از نقطه هایی که دوست داشتنی از در این وطن خواهیم گفت. در اون پس منظر تگ تومنا به قول دوشنبه نازنین ما است، دوشنبه که 12 ساله باز من اونجا عمر به سر میبرم، دوشنبه که دیوانوار دوستش میدارم. ولی گاگا خسته میشی، گاگا دلت میگیره ایرا باید آشکارا بگوی. همون بیناهای بلند و بی بوب میخوای یک جای آرام بره، یک جای ساکت بره، یک جای کمادم بره، یک جای طبیعت بره. بخصوص در همین بهار تاجیکستان حتما از شهرهای کلان بیرون شدن در کار. و ما با دوستا تصمیم گرفتیم بیایم جانب راه یاوان که چند وقت آخر 5 سال آخر من این راه نامده بودم دیگه. و آمدیم این دهه های زیبا. اینه در پس منظر دوستی ما شو جمشید هم همیشه با ما از در این ویدیوهای وطن دیگره. دهه را باید من زیادتر دوست می‌دارم، هر دو ماه سه ماه پس باید حتما دهه بیا، عادت داره. بله. در همون پایین نمیشه نشان دادن، نمیشه نه میخواستم نشان تیم که بچه‌ها چاروا میچرونن این از سیاهی‌ها. و یادی دوره بچگیام رفتم که فکر میکنم اکثر نفرایی که در دوشنبه و خوجند و کلاب و شهرهای بزرگ هستید، یعنی حتما بچهای دهه‌ای که هستن در نوبت پاده و در چراگاه بدین با گاو و چاروای میده و اینا، برای اون خاطره ها را روشن کردن، گاه از شهر بیرون شدن در کار به نظرم. زیرا این وطن در برابر پرابلم هایی که ما میگیم نقطه جا و حادثه های دوست داشتنی دارد که حتما باید به نیکی بگیش. شجاعت میگوی وطن دیگره، بله؟ بله 100%. علافت رو دوست میدونم. علافت رو دور رفتن از وطن امکان ندارد، میکشد خاکش، خاک و خاشاکش. خاک و خاشاکش گفتی شجاعت، علافاش رو دوست میداری دیگه. بخصوص بچه‌ای که بیرون از تاجیکستان این ویدیو را میبینین، سلامت و سربلند و خانه آباد باشین. هر کجای دنیا هستین این وطن از من و شما است و ما یک شما را انتظاریم. حالا یک لحظه تنفس برای ادامه ویدیوی ما را بیرون از شهر رفتن با نام وطن دیگرای دیدن. یک لحظه تنفس. من از همه شما خواهش میکنم که اگر شما در شهر مسکو هستید، بخصوص برادرای مهاجر، خدا کند که در پاتون خار نخلد، خدا کند که هیچ وقت بیمار نشوید، تنی صحت و بردم و بقوت و کیسه های پر به نزد فرزندا و پدر و مادر و به وطن برگردید که وطن دیگر دوباره تبلیغ کنیم. ولی خدای نکرده اگر شما بیمار شدید، در مسکو باشید، در اطراف بازار صدوات باشید، اگر اونجا یک مرکز طبی هست با نام هیجامه که از برادر تاجیکی هموطن ما بختیار اونجا طبیب کار میکنند، برادر بختیار. اینجا شما میبینید لحظه های کاری برادر بختیار. و خلاصه بختیار برادر ما اینجا نام چند نمود بیماری هست که من از لحاظ طبی اگر درست نگفتم میخوام برای شما پیشنهاد کنم. شما میتونید بیماری هایی را به مانند ستون مهره، استرخندروز و یا پراتروز یا گریژا، اگر همین گونه بیماری ها دارید، یعنی تصور کنید بیماری ستون مهره از قبیل استرخندروز، پراتروز و یا گریژا، اگر این گونه بیماری ها دارید میتونید به همین مرکز طبی هیجامه مراجعت کنید که در نزد بازار صدوات شهر مسکو است، با برادر طبیب ما بختیار که نوعهای طبابت را دارن. اینها با شکل هیجامه طبابت میکنن. باز کاستاپراف هست نوع طبابتش، باز محض است یعنی همون مساج کردن، نمود بوچکوی هم یعنی طبابت میکنن و نرخش هم برای ما وعده داد که نرخ خیلی ارزان و دسترس است برای برادرای مهاجری ما که باور دارم که شما اگر خدای نکرده به بیماری هایی که در بالا نامشون گرفتیم گرفتار شده در شهر مسکو و یا اطراف آن باشید، حتما نزد بازار صدوات بیاید و به مرکز طبی هیجامه با برادر طبیبی ما بختیار مراجعت کنید که اینجا رقم تلفنش هم هست. شما اینجا رقم تلفنش هم ببینید و در بالاتر ویدیوش هم دیدید که لحظه های کارش بود و در پایین در جای افیسن در جای شرح بیشتر نیز من معلومات علاوگی میگذارم. ادامه ویدیوی ما را در با نام وطن دیگرای ببینید. رفتیم. دوستان
تپه ها یا کوه یا ادیر میگیم. شهرگرد ما این تپه ها را بلند شد پایین از ما هم برو آمدیم. فقط برو آمدن ما را کسی نوار نگرفت. بعد از کوچه های هموار در قدم زدن خیلی سنگ خود هم برو آمدیم. با شما گفتم دیها بیکو دیها نیست. هوا چخه؟ بهترین شیرین با مزه. خب باز یک لحظه تنفس. اگر خسته شد از تبلیغ زیادی ناراحت نباشید، چون این یک مدتی هست که تا دوباره برقرار شدن درآمدهای قبلی ما از حساب یوتیوب در فدراسیون روسیه ما مجبور شدیم که با برادران مراجعت کنیم که مال و محصولات شرکت ادارتان اگر تبلیغ کردن میخواهید با ما مراجعت کنید. به همین خاطر من برای شما یک توصیه دیگه میتونم، بخصوص آنهایی که در فدراسیون روسیه هستند در شهر مسکو، برای با قید گذاشتن یعنی رجیستراسیون به زبان معمولی دیگر اونجا به زبان روسیه نمیشه، برای در قید ماندن در شهر مسکو شما میتونید به یک شرکت مراجعت کنید که آنها نفرای با اعتماد برای خودشون معرفی کردن، مثلا تجربه 3 ساله کاری در قید ماندن در شهر مسکو فدراسیون روسیه داریم، کسی تا این وقت شکایت نکرده است. و اینجا رقم تلفن، واتساپ، اینستاگرامشون من میگذارم و البته در جای اپیسانی نیز میگذارم. حتما به این شرکت برادر مراجعت کنید که در جای اپیسانی باز مراجعت برای خانم‌ها علاوه است، رقم تلفن یعنی مراجعت برای پسرها علاوه است، مردها علاوه است، رقم تلفن که اونجا نیز هست. در جای اپیسانی مراجعت کنید. فکر میکنم که به مشکلی شما را در قید در یکی از جایهای لازمی شهر مسکو میگذارن، رجیستراسیون میکنن و یگان مشکل ایجاد نمیشد برای کار و فعالیت بعدی شما. اگر کمترین مشکل ایجاد شد برای ما پیام بدید، از هر تبلیغاتی که ما داریم ختم میکنیم همکاری. ولی فکر میکنم که کمترین مشکل هم برای شما ایجاد نمیشه، چون برادران خودشون خیلی با اعتماد و با باوری معرفی کردن و ما با این باوری امید میبندیم که باوری شما رو نیز برآورده میکنن. مرامت به این رقم ها واتساپ یا اینستاگرام برای در قید موندن یا در رجیستراسیون مراجعت کنید. رفتیم ادامه ویدیو ما وطن دیگرای. خب دوستای عزیز، ما از این دادر فهمیدیم که این دهه جنبلاق نام داشته است. این ناحیه رودکی یا یابان؟ ها؟ لنسکی رایون یا یابان؟ رایون؟ چی نام داری؟ ها؟ نامو چیه؟ رمضانه بچه مامای خیلی بگنه باشم مبارک باشم مای رمضان. رمضان چرا گپ نمیزنی؟ نمیخوای سیون بکنی؟ ها؟ خودی که نمیدونی؟ سیون گپ نیست نمیدونی. فیف چند؟ تو چند میشه؟ چون؟ سو یا بر چلی کتی نشان تو چند میشه؟ بچه مکتب ازبکی ها؟ خب رمضان دادر ما گفت که نوبت پودای دهشون اومده بود است. همین خیلی که ما هم نوبت پودا می اومدیم. خیلی بد میدیدم روز شکل نوبت پودا را، من چشم دیدن نداشتم. نوبت پودا می اومد زیق میشدم دایم. ایستا گفت همینجا ها؟ همینجا بسکو. ما اینجا فهمیدیم که رمضان دادر ما پودابونی آمده بود است. یکی از شغل‌هایی که در دهه ما یادش کردم ولی بد می‌دیدم روز شگو مشکارا بگم نه. فکر می‌کنم یعنی بیننده‌های ما نفران شاید هستن که پودابونی را خیلی بد می‌بینن، بد می‌دیدن. در دهه همین خیلی انانه بود که گاوتا یا چوروای معدت هم می‌بردی سری پودا یک مرکز دهه یا یک جای دیگه. بعد هر روز یک خانه نوبت کردید تمام موضوع چوروای معده دهه را در جمع نگاه میکرد. حدود خیلی 100 گاو یا 100 بوس میشید زیادتر از این بواسطه از دهه و خلاصه خیلی عذاب میکشیدیم ما میدویدیم. بخصوص اگر چوروای معده باشه دیگه کوه را میبرند و کی افتنش خیلی دشوار میشید. شغلی که دوستش نمیداشتم بعد میدیدم ولی یادش کردم باور کنید. بخصوص بچه‌ای که این ویدیو را در امریکا و در روسیه و در کشورهای اروپایی میبینن، این خسوخارا و اینا را همش امیدوارم یاد کردن. این هوای مصفا را ببینید. واقعا ماه اپریل مای در تاجیکستان دوست داشتنی است و اون طرف با ما
سپتامبر اکتبر زیاد دوست می‌دارم که هوا همین خیلی معتدل میشه. آوازا را ببینین. گاو و بوز یک جای. حالا شاید کسی این ویدیو را در مرکز نیویورک می‌بیند، شاید کسی در مرکز مسکو می‌بیند. یا کجای یا در برلین می‌بیند یا هر جای دیگر. هر چیز زودتر بیاین وطن، هر چیز زودتر بیاین تاجیکستان یکدیگر را آغوش بگیریم. مهاجری فرهنگی، مهاجری کاری، مهاجری سیاسی، سیاحین، هر نوع مهاجری که هستین تاجیکستان از همه ما و شما است. با همین صدای گاو و بز و گوسفند و بزغالش تماشا میکنیم. این دوستی ما در این کوه صحرا چیکار کرد؟ چند قب بزغاله سر کردی؟ بزغاله سر کردی است بدی؟ بخواستی بخفی؟ تانستی خفی ده؟ نشد نه؟ گفتم که گوسپنچه قپیده میشه بارچه و کمترک هم حرکت که بهش هم نشد. برای باید چوپان باشی دیگه. مثل من خدا در شهر کالا خورده نگردیم. حک از تو برآمد نه؟ ای وای توبه. نه نغز. ای آفرین. کوه برآمدنش یک عذاب، فرآمدنش با یک عذاب با این چشکایی که ما پشت آمده بودیم. برای که چشکا رو برای سنتر شهر کشیده بودیم. ما فکر نکردیم که یک کبرات فرست بیاییم. وطن دیگه بچه فراموش نکنید. خب دوستان ما در سلسله ویدیوهای وطن دیگر یک دیوانگی کردیم، با ماشین آمدیم به یک نقطه‌ای که چند وقت اخیر طرف ماشین آمدگی نیست. گفتیم همین خانه‌چه‌ها را ببینیم که در میان همین سبززارها هست. چقدر جای رمانتیکی خوب. همینا را ببینیم. الان می‌بینید علفایی که ولی اینا را ماشینا زیر کردگی نیستن و زیر کردگی داشته است می‌بینید. همین خانه‌ها اگر آباد باشد زندگی کنه چقدر خوب در رمانتیکی. بکن برای یه روز اولش رمانتیکی، روز دیگه سیم عذاب سر میشه. من برادرم و ماشین یک جای آوردیم که آخران نقطه راه ماشین بود. این طرف کشتزار دیگه راه نیست. خب به خاطر نم خانه را دیدن آمدیم که اونجا آدما هم زندگی نمیکردیم، ولی داخلش میشیم. صاحب خانه هر کجا باشن شاید این خانه را میشناسن نه؟ چمنارا بود نامش تاجیکی کرده بود. این خانه چه دیگهش در و دروازش باز به دست یک بار میبینیم. معلوم است که اینجا چند سال پیش آدما زندگی داشتن. واقعا جای خوب زور. اگر برق و آب دائمی باشد بسیار جای عالی است. یادتون باشد حدود یک ماه پیش ما درختای گل کردگی را در فرخار به شما نشان داده بودیم. یعنی قریب یک ماه گذشت و برودکی نو گل کردگی ما. خب دوستی ما او در خانه را باز میکنه وارد میشیم. نمیشه. خب خونه کدام عزیزه باشه اگر برادر میبینیم اون را میبخشیم. ده هم تو برای تو. اینجا جای غله نگاه داشتن است. ده اینجا. همین خونه های اندوگی را دیگه یاد کردیم. بوی خس خوشک. بوی خس خوشک. میریم این طرف دیگه. آخه تیرزو ها؟ با رنگش هم خیلی میپرید. یک دو سه سو پس با میتراشیده از گران میکنه. پلاستیک دیگه بوده اما چی رسه؟ همین تاریخ نه چندان دور حالی هم در دهه های ما هست. اینجایی که ما زندگی میکنیم. حالی هم هست. خونه اندوا. چی میگفتن؟ چی لای پخسه بود؟ اندوا میگیم. لای دیوار. خس. چی خس کردی؟ خواهی داشت. اصلا ما اندوا میگیم میره. نه اندوا اکن مولیدن شه. اندوا هم لای خودشه.
ها همین چیزی خسته و یعنی این دیها برق هم دارد به نظر من، برای که ببینید سیمچوب است و این خط برق هم آمادگی است که ما در مورد آب و برق گفتیم. یعنی آبش هم میشه از آبی طبیعی به این شکلی که ما در صاحبش جمع کرد من در اون طرف. این اینجا چاه هم دارد که میشه آب جمع کنی و زندگی را پیش بری. نه متاسفانه حالی آب نداشت. سیستم گرفتن آبش هم هست، هم بند و بستگی بر کلاس شده خوبیم با شکل آب میگیریم. این دوستای ما که میشناسن طبیعت از ما بیشتر گندم است، علف نیست، گندم است گفتن. این زراعت هم نشناختم، فراموش کردم. خیلی سالشه که دهقانی نکردم، گفتن که نخود است. این برادر دهقانی ما هر کی باشه نخود است. ما اگر جخیده باشه نخود تا بخشش نمیگذاریم از طرف دیگه نمیجوکیم دیگه. اون طرف کارتوشکا کوریده است. در کسی از دهقانی کرد. از ده خیلی دور است. ولی دهقانی شکر درست. برای تامین اوضاع قواری به عائله. این خانه هم یا که کهدان خانه است یا مال خانه است. از روش معلوم است که حدود 40-50 سال عمر زیادتر دارد. از خانهش پایینتر عاقل داشت است این برادری ما. هر کسی که باشه ولی خیلی سال شد دیگه استفاده نیست. عاقل خانه. شاید بچه‌ای که در دهه هستن این ویدیو رو ببینن میگن چی جالب است. خب دیگه عاقل خانه، ولی باور کن برای که برای شاه جمشید که در شهر تولد شده به بابای رسیده است، قهرمانی که میبینید در خوجند تولد شده است و در دوشنبه کلان شده است. فکر میکنم خیلی جاها را دیدن خیلی جالب است. بله. بیا همین اگر چند هم خیلی خب بیا برای بچه. خب بیا نگاه کن چقدر تصویری بسیار جالب نه؟ بهترین است. از یک روزانه تنگ چقدر زیبایی. بله. ما میخوایم این روزانه را برای بیننده‌مون ارجینال به قول نشانتیم. خب ببینید از این روزانه میشه چقدر زیبایی را دید. و خونه چه دیگه اونجا. برام بچه‌های دهات شما میبینید اگر ما را هرچی تنها نکنین ایزامون نتین. ما هم که وقتی آخر در شهر دیگه زیادتر میگردیم. این چیزا برای ما خیلی جالب شده است. یادی گذشت شما هم رفته ایستادم. این اخور میگفتیم ما اینا. جایی که گو از اینجا با خب از اینجا پنجره زور کلاس. یعنی شکل ساخت این مالخانه یکم عجیب برای من، خیلی پست است. یعنی سرت حتی باید خم کرده بگیرد اینه اینو نزنه. مثلا میای اینجا اگر بلند باشه سرت حتما دایی میزند و باید پایین تداری دویم سرت خم کرده گردی برای احتیاط. همون چهارو را به اینا باید گرفته ساختگی. بالاشان از چوبی درخت نمیدونم درخت توت است بید است توت است بله درخت توت است توتوی قاق شده هنوز است مولی طبیعی. شاید این موسمی باشه، یگان موسم بالاشون رو برنجا نگاه بدارم. شاید یگان وقت کسی میایستاد اینجا رفت، ولی به نظر میرسد که به هم چند سالی نزدیک رفته از اینجا. خب این طبیعت زیبا در دهه چمن‌آرای ناحیه رودکی است. از دوشنبه نه چندان دور طرف راه بیابان. بله این طبیعت زیبا، این درخت‌های گلو کردگی. خسته شده این بخشش، ولی برای من سوچ که شیرین است. خواستم باش با تقسیم کنم این تماشا را. این دومی سنگکش شد امروز ما دیدیم در صحرا. درد و دعواهای شهر بیرون که دوست دارید. بچه باید دادزنی کامنتی بزنیم ننویسن التماس. این تست زدن دوستان بیرون نشوخی زیاد میشونید اون نکرد. بعد همین آدم باید خشو جر کنن دیگه پایونه میشم و بعد رفتنی هم شد جرک نباید. خب باید آرام شد بچه
گفتم بچه‌های میدان بهترین میدان گوشتی فوتبال بوده. یه چیز بسکشی من بلندی میشه. آخرام داده میزنن تمام. این دشت ترخ کفشمه آدمیزاد اومد اینجا. آدمیزاد آرامی ما را ویران کردیم. خب ما همون پایین همون جای زیبایی که площадка به قول میدان میخواهیم دیدن و میخواهیم فرایم و شما بگم تقسیم کنیم این احساس زیبا مانا در دهه. واقعا این دشت را بینید، این دشت نه یعنی این همواری را بینید در میان دو تا کوه، در میان دو تپه. این سبززاری که پیدا میشه در یک باره دراز، این طرف خرید بیاخیری میرد و همین طرف هم میرد دیگه. و این قهرمان ما شاه جمشید همراه ما امروز بود میفروه با عذاب. خب همراه این دشت را تماشا میکنیم از یک لحظه. دشت نه میدان را قوله که میتونه میدانی گوشتین یا میدانی بزکشی باشه در این نقطه. از این بلندی ها آدم با حضور تماشا میکنن. از این بلندی ها هم بزکشی و هم گوشتین. من از همه شما خواهش میکنم که اگر شما در شهر مسکو هستید، بخصوص برادرای مهاجر، خدا کند که در پاتون خار نخلد، خدا کند که هیچ وقت بیمار نشوید. تنی صحت و بردم و بقوت و کیسه های پر به نزد فرزندا و پدر و مادر و به وطن برگردید که وطن دیگر دوباره تبلیغ کنید. ولی خدای نکرده اگر شما بیمار شدید، در مسکو باشید، در اطراف بازار صدوات باشید، اگر اونجا یک مرکز طبی هست با نام هیجامه که از برادر تاجیکی هموطن ما بختیار اونجا طبیب کار میکنن. برادر بختیار اینجا شما میبینید لحظه های کاری برادر بختیار. و خلاصه بختیار برادر ما اینجا نام چند نمود بیماری هست که من از لحاظ طبی اگر درست نگفتم میخوام برای شما پیشنهاد کنم. شما میتونید بیماری هایی را به مانند ستون مهره، استراخاندروز و یا پراتروز یا گریژا، اگر همین گونه بیماری ها دارید، یعنی تصور کنید بیماری ستون مهره از قبیل استراخاندروز، پراتروز و یا گریژا، اگر این گونه بیماری ها دارید میتونید به همین مرکز طبی هیجامه مراجعت کنید که در نزد بازار صدوات شهر مسکو است. با برادر طبیب ما بختیار که نوعهای طبابتی را دارن. اینها با شکل هیجامه طبابت میکنن. باز کاستاپراو است نوع طبابتش، باز محض است یعنی همون مساج کردن، نمود بوچکوی هم یعنی طبابت میکنن و نرخش هم برای ما وعده داد که نرخ خیلی ارزان و دسترس است برای برادرای مهاجر ما که باور دارم که شما اگر خدای نکرده به بیماری هایی که در بالا نامشون گرفتیم گرفتار شده در شهر مسکو و یا اطراف آن باشید، حتما نزد بازار صدوات بیاید و به مرکز طبی هیجامه با برادر طبیب ما بختیار مراجعت کنید که اینجا رقم های تلفنش هم هست. شما اینجا رقم تلفنش هم میبینید و در بالاتر ویدیوش هم دیدید که لحظه های کارش بود و در پایین در جای افیسن در جای شرح بیشتر نیز من معلومات ایلاوگی میگذارم. ادامه ویدیوی ما را در با نام وطن دیگر ببینید. رفتیم. خب این گوشه این دره بگیم یا این میدان بگیم جالبیش همین است که یک طرف سایه یک طرف آفتاب. اگر میخوای آفتاب بنا همین حالی آفتاب، اگر میخوای در سایه راحت کنی دم گیری دراز کشی کچ بهم بزنی همین لحظه سایه شمالاش کتی بخشش بچه آفتاب. من این اپیراتر مرا طول دوست نکنم. آفتاب سایه. من برای شما یک توصیه دیگه میتونم بخصوص اونایی که در فدراسیون روسیه هستن در شهر مسکو برای به قید گذاشتن یعنی رجیستراسیون به زبان معمولی دیگر اونجا به زبان روسیه نپرشده برای در قید ماندن در شهر مسکو
شما میتونید به یک شرکت مراجعه کنید که آنها نفرای با اعتماد برای ما خودشون معرفی کردن، گفتن تجربه 3 ساله کاری در قید ماندن در شهر مسکو فدراسیون روسیه داریم، کسی تا این وقت شکایت نکرده است. و اینجا رقم تلفن، واتساپ، اینستاگرامشون رو من میگذارم و الهاتا در جای اپیسانی نیز میگذارم. حتما به این شرکت برادر مراجعت کنید که در جای اپیسانی باز مراجعت برای خانم‌ها علاوه است، رقم تلفن یعنی مراجعت برای پسرها علاوه است، مردها علاوه است، رقم تلفن که اونجا نیز هست. در جای اپیسانی مراجعت کنید. فکر میکنم که به مشکلی شما را در قید در یکی از جایهای لازمی شهر مسکو میگذارن، رجیستراسیون میکنن و یگان مشکل ایجاد نمیشد برای کار و فعالیت بعدی شما. اگر کمترین مشکل ایجاد شد برای ما پیام بدید، از هر تبلیغاتی که ما داریم ختم میکنیم همکاری. ولی فکر میکنم که کمترین مشکل هم برای شما ایجاد نمیشه، چون برادران خودشون خیلی با اعتماد و با باوری معرفی کردن و ما با این باوری امید میبندیم که باوری شما رو نیز برآورده میکنن. مرحمت به این رقم ها واتساپ و یا اینستاگرام برای در قید موندن یا در رجیستراسیون مراجعت کنید. رفتیم ادامه ویدیو ما وطن دیگرای. بچه ذکرالله در دهه چمنان‌های ناحیه رونکی میارکیم به نام کروت بهار، بهار تاجیکستان. ما فیلم که هیچ وقت در یوتیوب رقصی برای ندیده بودیم و شاید از کمترین لحظه‌ای که من رقص رو میگذارم. در آخر سلسله ویدیوهای ما با نام وطن دیگرای، عاشقانه، صادقانه، بی‌بانوار این مرز رو ما باید دوست بداریم. خب بینندگان عزیز، شما یک پارچه ویدیو گزاری شما را با نام وطن دیگرای دیدید. ما این سلسله برنامه‌مون را کمتر می‌کردیم. وقتی آخر قریباً 2 ماه آخر ما با نام وطن دیگرای گزارش نموده. امروز فقط یک پارچه ویدیو مونده. من خب الهاتا برای ویدیوهای بعدی ما در روزهای دیگر اگر می‌خواهید که مال و محصولات شرکت، اداره، کارخانه را تبلیغ کنید که از روی قانون در تاجیکستان و بیرون از آن اگر فعالیت داره در دایره قانون‌های عمل کننده این یا اون کشوری بوده‌تان، مرحمت یا مستقیم به صفحه فیسبوکی من نویسید که اینجا من سراغش میگذارم، یا مرحمت به این رقم‌های تلفنی زنگ زنید که پیوست میشوید و فکر میکنم که در یک جایگی میتونیم ما مال محصولات شرکتی اداره شما را تبلیغ کنیم و شما در این برابر سهم میگذارید تا اینکه ما بازم حرفه‌ای‌تر، جدی‌تر فعالیت ژورنالیستی ما ادامه دهیم. بدرود تا درودهای دیگر.